اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز دوشنبه. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ ملا خیرالله خیرخواه با رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت تخار دیدن نمود. در این دیدار از کارکرد آن ریاست تقدیر به عمل آمد و برای بهبود امورات سفارشات لازم را برایشان ارائه نمود. آقای خیرالله خیرخواه در مورد تدویر جلسات فرهنگی در ولایت تخار تعهد هر نوع همکاری را سپرد. وزارت صحت عامه میگوید سرپرست وزارت صحت عامه آقای دکتر قلندر عباد از بخش‌های یورولوژی، نفرولوژی، اوپیدی و جراحی شفاخانه جمهوریت دیدن نمود. در این دیدار آقای عباد مشکلات دکتران و بیماران را استماع نمود و برای حل آن اطمینان داده است. رئیس عمومی شرکت افسوتر مولوی شفیق الله شهید خیل میگوید با آمدن امارت اسلامی این شرکت از صفر به حالت خودکفایی رسیده است و در 18 ماه گذشته در حدود 140,000 انتقالات ترانسپورتی داخلی و خارجی داشته است. مسئولین وزارت مالیات در گزارش سالانه بیان نمود در عواید سال 1401 هجری شمسی نسبت به سال 1401 هجری شمسی 37% افزایش به میان آمده است. سخنگوی دی افغانستان بانک میگوید دی افغانستان بانک در یک سال گذشته با تطبیق سیاست‌های پولی معقول توانسته ارزش پول افغانی را به گونه خوب حفظ نماید. وزارت دفاع ملی میگوید در ورکشاپ لوای حمایوی به هزاران وسایط مختلف النوع نظامی ترمیم شده اند. سرپرست اداره خط آهن میگوید در سال 1401 هجری شمسی از طریق بندرهای حیرتان، آقینه و ترغوندی در مجموع 4,673,929 تن متریک انتقالات صورت گرفته است که نسبت به سال 1400 هجری شمسی 36% افزایش را نشان میدهد. وزارت تحصیلات عالی میگوید معاشات اعضای کادر علمی نهادهای تحصیلی کشور را افزایش داده است. این وزارت می‌افزاید این افزایش از ماه حمل سال 1402 هجری شمسی قابل اجرا است.